aynen. Ale co to dasz? Aliye Sadar! Aliye Sadar! قصه که گندم کاشتن الان فصل شروعش که ما گندم دیگه از دستمون رفت چیدنش کل زمین ما هستش به طور کلی گندم کاشتن و اینجا از اول تا آخرشه شده دید قسمت همون زمین های 400 هکتاری هستش که 300 هکتاری که صحبتشون کنن تو شکم این گوسفندا همینطوری داخل همینجا میشن. یه آبگوشگی هست اینجا نزدیک زمینه که مربوط به چاهه، ولی من اینجا هیچ گونه مطمئن نیستم. There's essentially no electric. There's no cable. We no cable here. No cable, no cable. We have a stove but no cables. No cable. This very, very, very old. Yeah. The garden, the farm is very old. Very old. اینجای گاوداری متروکه هسته. This place come from us. Yes. این هم گاوداریه که متروکه است. نزدیک همون زمین 400 هکتاریه که من برقی اینجا نمیبینم. تمام این چیربرگ‌ها که هستش هیچ کدوم بهش سیم برق وصل نیست. دو تا گاوداری، یکیش اینه یکیش هم اون دوره بیرون از چیز رودخونه مصرف آبی کمیشه هستش و برکه حساب میشه که ادامهش تا اونجا. اونم یه گاوداری متروکه هست اونجا که رودخونه به اون صورت نیست. یه همون آبی هستش که حالت برکه مانند داره، از زمین میاد بیرون ولی جا همیشه هستش. این دو سامر دیست Double down, double down. yes. 24 همیشه هست. Coming from the ground. اوکی. از اینجا آب میاد تو اینجا تو این برکه جمع میشه. آبی که از اینجا جمع از اینجا رد میشه میاد اینجا بیرون و توی این
به طور کلی اینه. اگر ایت خیلی دادا جان یسه Here is fish. این همون آبیه که اینم مثل سوسو هستش. سوسو اینم It is possible to place a generator here and to have electricity. Yes sir. You see? And also it is possible to close here somewhere and to make a big lake around. Do you know what is lake? سوسو هستش که از طرف دولت اومده با نموش اینم که یکی از اون فروشنده هستش بدرخوز کمپلکسی ایمید کمپلکسی آخه داخل دستور چهار بار صدور کیسه بکرای کتامی داوری هر چیکن میگه میخوری پس چی ایش خوک دیگه راست اولش خوک بوده نه خوک دیگه Protein. Yes sir. این یه دونه سوله بزرگ حدود 50 متری هستش اینجا که میگن اگر که بخواهیم بزرگه طول عرضش مرتبه میشه قابل استفاده کرد استفاده که میشه ازش کرد برای دفاع گندم و علوف هست صورت میشه Well, 5,000 meters. 5,000. I see. Alfa. This is alfa. اینجا توش چیز کرده در مورد این همون چیزی که من ثابتش کردم با شما آقای دکتر این همون جنراتور بزرگیه که آرمیچر بزرگیه که برای چیز میشه ازش استفاده کرد. من اینجا توی اتفاقی دیدم میخواستم توجه داشته باشی بی که یه همچون چیزی اینجا در حدود این یونجه است که اینجا دپو شده تو همون سوله‌ای که 5,000 مترشه. I think 5,000 meters. 5,000. Now he will say. تمام سقفش هم بتون ارمن beton very strong very beton concrete very 40,000 metric ton yes sir yes. این من اشتباه کردم 5,000 متر نیست در حدود 2,500 متر گرفتن این سوره 2,500 متر
که طول ارزش گرفتن از بتون درست شده، همه دورورش هستش. میتونیم اینو استفاده بکنیم به عنوان دپو